أوحى به ربيع يهمي على الروح ريا ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفا و سلام علی عباده الذین اصطفى. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خواهر و برادر عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای را سپاسگزاری میکنیم که باز برای ما و شما فرصت عنایت کرد و چند لحظه را انشاءالله در گفتگو و صحبت در مورد مسئولیت های ما سپری میکنیم. امیدوار هستم این لحظات در حسنات ما حساب شود و سبب رستگاری ما در نزد الله تمام شود. در مورد مسئولیت های ما صحبت میکنیم عزیزان من. چند روزه هست یا چند برنامه هست که در مورد مسئولیت های ما در برابر تربیت جسمی اولادها صحبت میکنیم. جسم و بدن اولادهای ما باید سالم باشه، اینا سالم رشد کنند، سالم بزرگ شوند، مریض نباشن، ضعیف نباشن، از تنبلی و از کسالت دور باشن، نشاط داشته باشن، پر حرکت باشن، چست چالاک باشن و قوی باشن، در مسائل درست فکر کرده بتونن. عقل سلیم میگن در بدن سالم هست. وقتی بدن شما ضعیف باشه، مریض باشه، باز او وقت شما کاری از پیش برده نمیتونید. گفته آمدیم که چه رقم بدن انسان، بدن اولاد ما درست رشد میکنه، چی کارا را بکنیم که بدن بچه های ما سالم باشه و چی کارا را نکنیم، اینا را گفته آمدیم. نوبت امروز ما رسید به یک پدیده بسیار شوم، یک عمل خیلی ناروا و ناپسند که هم جسم عزیزان ما را ضربه میزنه، به هلاکت میکشانه، هم روحشانه، عقلشانه، همه جایی که به درد خور است در وجود یک انسان همه را نابود میکنه. او عمل ناپسند که بچه ها، جوان های ما، نوجوان ها، دختران ما، اینا اگر پدر و مادر مواظب نباشند اینا به این عادت میکنند. در بچه ها را استمناء میگن و در دخترها استشهاء. بله، استشهاء، استمناء و استشهاء. این یک عمل ناپسند است که ما نمیخوایم نام عام فهمش بگیرم، ولی که در تشریحی که میکنم شما میدانین منظور من چی هست. ایره در بعضی از علما ایره خلوت شیطانی میگن که انسان با خودش و شیطان خلوت میکنه. بعضی اعمال هست که دو تا انسان یک عمل گناه آلود انجام میتن، یک کار نامشروع را انجام میتن که او بین دو نفر میشه یا بین چند نفر میشه، ولی این عمل ناپسند در خلوت میشه، تنها خودش میکنه این کاره، با دستانش میکنه این کاره.
که ایره خلوت شیطانی میگیم که شیطان بالایش حاکم شده، مسلط شده، او را به طرف بدبختی هایش میکشانه. اینا در سنین نوجوانی، هنوز شاید هم که درست جوان نشده باشند و جوانی، اکثرا در همین دوران زندگی پسر و دختر ای رخ میده. طبعا ای بی‌توجهی پدر و مادر است. اگر پدر و مادر و مربی مواظب عزیزانشان باشند، میتونن که اوضاع را کنترل کنند، زیر نظارتشان باشه. اگر 100% هم نتانند، ولی میتونن که از هلاکت و بدبختی هایی که در عواقب از این عمل هست جلوگیری بکنند. تقریبا ما میتونیم بگوییم که این کار یا این عمل ناپسند چه وقت به وجود می آید که بچه ها، دخترها در یک محیطی که زندگی میکنیم، خصوصا حال محیطی که در غرب است یا در شرق است، در کشورهای اسلامی است یا در غیر کشورهای است، در اینجا ما میبینیم که یک فتنه به راه افتیده، این سرایت کرده از کشورهای بیرونی آمده به کشورهای داخل کشورهای اسلامی ما. زنای ما، دخترای ما در رابطه به سر و وضعشان توجه نکردن، از مد و فیشن بیرون استفاده کردن و خودشانه به معرض نمایش قرار دادن. این سبب شده که جوانها و نیمچه جوانها و نیمه جوانها یا نو جوانها به انحراف کشانده شوند. لباس هایی را که ارمغان غرب هست، بعضی هم از کشورهای مفسد دیگه هم ای به کشورهای ما سرازیر شدن. جوانها که خونگرم هستن، احساساتی هستن، عقلشان یا احساساتشان نسبت به عقلشان زودتر تصمیم میگیره، اینا فدا یا قربانی از این توطئه جهان سرمایه‌دار بگویم یا افرادی که صرف به خاطر پول و سرمایه فکر میکنن دیگرها را تومه خودشان میسازن، اینا به این بدبختی ها جوان ها را دچار میکنن. ما شاهد از این هستیم. در کشورهای خود ما لباس های عریان یا نیمه عریان به بیرون میبرن، فیشن میکنن دخترها، جوان ها، خانما در خیابان، در کوچه ها و خیابان ها، در معابر عمومی پیش نظر، پیش چشم مردم خودشانه جلوگری میکنن، نشان میدن و این مناظر خیلی شرم آور اثر داره در بالای جوان و نیم جوان، حتی برای هر کسی مریض دیگه که در اجتماع اگر نباشه هم مریض میشه. فیلم هایی را که میارن، نمایشاتی که در تلویزیون ها هست، در خانه های ما آوردن، این واقعیت های تلخی است که امروز ما با او دست و گریبان هستیم، دست و پنجه نرم میکنیم. کتاب هایی را که میارن، غزل هایی را، قصه هایی است او، نوشته های عشقی است، تصاویری هست که یعنی سر عقل انسان، سر اخلاق انسان، سر روح و روان انسان، خصوصا جوان اثر میگذاره، اثر منفی میگذاره. و میبینیم امی سبب میشه که جوانهای ما آهسته آهسته به طرف انحراف و فساد کشانده شود. شما یک محفل موسیقی رو میبینین میگیرن، اگر که مبالغه نکنم 80% 70% جوانها میدون و به دام ها خودشان هم میپردن. یک به نام یک هنرمند، یک کسی، یک ستاره آمده مجلس مردم گرم میکنه و بچه ها و دخترهای جوان همگی میبینیم در دور همو خودشانه به معرض این مرض ها قرار میدن. و طبعا وقتی او نوجوان یا او جوانی که هنوز در دلش محبت الله نیست یا ترس از الله نیست،
الله ناظر حالش فکر نمیکنه، به عواقب شوم از این بدبختی ها فکر نمیکنه و طبعا در این دام میفته و میبینیم که دو راه انتخاب میکنن. این نوجوان یا این جوان وقتی در همین محیط، در همین منجلاب، در همین دام ها وقتی روبرو میشه، طبیعی است که به دو کار دست میزنه. یا به مو عمل ناروای زشت ناپسندی که اجتماعات خانواده ها را میسوزانه که زنا هست یا لواطت هست، به اونا دست میزنه، فحشاست. یا یکی باز با خودش خلوت میکنه، با دست خودش او جنایت ها را انجام میده و همین طبیعی است که وقتی به این دو کار جوان ما رجوع کرد، دیگه این به درد جامعه دیگه نمیخوره. اگر این باز عادت کرد، چی با خودش خلوت کرد یا چی با یک کسی دیگه خلوت کرد، میبینیم که عفت، شرف، غیرت، همت، حتی از اون جامعه که امی افراد دوجه هستن، اونا به بربادی سوق داده میشن. بنابراین ما مطالبه را در این رابطه به شما عزیزا، پدر و مادر عزیز، به مربی گرامی گوشزد میخوایم بکنم که شما باز وقتی با عزیزا تنها شدین، باز واضح تر شما صحبت بکنید. طبعا او را از حکمت خودتان است که در تنها او را میسازین، از این مطالبه که گفته میشه با خبر میسازین. گرچه در کشورهایی که ما زندگی میکنیم از اطفال شروع کردن اینا ای گپا را یاد میتن شد، نه اینکه با عنوان از که از اینا برحذر باشن، احتیاط کنن، تشویق میکنن اونا را که به می بدبختی ها آغشته شوند. بسم الله. الحمدلله. ما ببینیم که یک جوان یا یک نوجوان چطور آغشته میشه به این چیزها وقتی در او بیرون این چیزها را دید، یا یک کتاب را خواند یا یک فیلم را دید، به می بدبختی ها که انسان دچار میشه، یا به صدای کرشمدار و نزاکتدار یک نامحرم گوش کرد، یا ای که بین دو نفر صحبت‌های عاشقانه صورت گرفت، یا ای که تنها شده خیال میکنه، تفکر میکنه و به مو چیزها خودش متوجه میسازه و همو احساس و همو غریزی شهوانی خودش شور میده. حتی بعض وقتا همین موسیقی که ما ازش شما رو میگیم بترسید، موسیقی که روح انسان هم ضربه میزنه، اینا خودشان میگن اون موسیقی غذای روح هست. روح خصوصا این موسیقی که با این داستانها و با این شعرهای مبتذل، نه اخلاق دو مراعات شده، نه حیا، نه شرم، نه عفت، هیچ چیز مراعات نشده، در حضور کلگی او را میخوانند، پیر و جوان نشسته میخوانند، میشنوند، رادیوها، تلویزیونها. وقتی به این رقم ساز و آواز گوش میتن، امی خودشونا رو به اون طرف تشویق میکنن. لباس های تنگ میپوشن. حال روانشناسا لباس های تنگ هم میگن سبب میشه که این پوشنده از این لباس تحریک شود، غریزه شهوانیش تحریک شود. چقدر هستی که لباس ها تنگ و ترش میگیم ما میپوشیم. اسلام عزیز وقتی که لباس برای پسر و برای دختر وقت مطرح میکنه، همین چیزها رو میگه. لباس تنگ نباشه، شفاف نباشه.
رنگهایش هر رنگ نپوشین. رنگهایی هست که او طرف مریض مقابل جلب میکنه که به طرف شما نظر مریضانه داشته باشه، نظر مغرضانه داشته باشه. حتی در طرح همین لباس هایی که به نام مود می آید در بازار، میگن جامعه شناسا، روان شناسا انسان ها را نقطه های ضعف و خلاهایش نمیفهمن، همونها را اونا در نظر میگیرن. نوک مثلا یخن تیز باشه، گل باشه، چارکنجه باشه، کدام رنگا را امسال انتخاب بکنن، چند دانه تکمه داشته باشه، این تکمه ها در کجا باشه، اینا را اکثرا او طرف میگن، اینا توجه میکنن که چیز جالب و جاذبه که به طرف شهوت و اینا پوشنده و بینندهش بکشانه، اینا را طرح میکنن. اعوذ بالله. همین خودش تنهایی انسان. ما میگیم که تنهایی به الله میزیبه. انسان تنها نباید باشه، انسان گوشه‌گیر نشه، انسان در اجتماع باشه. وقتی شما تنها شدین خیالاتی میشین، خصوصا در سن ساله که آتش است. بعض غذاها را خوردنش در همون سن و سال سبب میشه که انسان غریزی شهوانیش شعله ور شود. به هر ترتیب ما این خلوت شیطانی را دنبال میکنیم و به عزیزای خود ما گفتنی هستیم که شما احتیاط کنید. این حالا میبینیم که این چی ضررهای به جسم، چی ضررهای به جنس، چی ضررهای به روح و روان انسان، به عقل انسان داره. در جامعه وقتی او محاسن اخلاقی به رذایل اخلاقی تبدیل میشه، خیلی خطرناک است. دیگه هیچ کسی عزت و آبروی خودش در امن نمیبینه. همسایه از همسایه میترسن، نشه نگاه همسایه به درون خانه ما بفته، نشه بچه جوان همسایه به طرف ناموس و عزت دختر من پسر من سیل بکنن. این دو طرف است، هم پسر این کار را کرده میتونه، هم دختر کرده میتونه، هم زنها این کار را کرده میتونن، هم مردا این کار را کرده میتونن. وقتی این چیزا در جامعه آمد، باز ما دیگه رحمت الهی را در رو سرزمین، در رو جامعه نمیبینیم. ببینیم لوط علیه السلام و قومش وقتی سرکش شدن، خدا چه رقم مجازات کرد اونها را. شدیدترین، سنگینترین جزا بود. وقتی ایمان انسان تاریک شود با این اعمال، روحش آلوده شود، عقلش زائل شود، و این اثراتش هست. این اعمال شنیع همینطور اثر میگذاره در انسان، در سلول بدنش اثر میگذاره، اثر منفی میگذاره. نتیجهش هم خسران در دنیا و عذاب و حسرت در آخرت. ما میبینیم که اطباء و کسایی که روانشناس هستند، کسایی که علمای دین هستند، در این رابطه ها تحقیق کردن، از تجارب دیگرها استفاده کردن، برای ما راهنمایی میکنن که هوش رو نبگیریم. وقتی یک جوان به خلوت میره، خودش تنها میسازه، این اعمال انجام بده، ببینید در جسم از این چی اثر میکنه. این طب ثابت کرده کسی که خودش به عمل استمناء یا استشاء یا خلوت شیطانی دوچار شد،
چه کار میشه؟ اول می تمام قوت بدن ازی به طرف ضعف میره، ضعیف میشه، لاغر میشه، اندامش لرزه پیدا میکنه، قلبش تپشش بالا میره، بیناییش ضعیف میشه. سبحان الله، این امانتایی که الله بر انسان داد در جسمش، اینا رو خودش به هلاکت میبره. طبعا در وقت یک لذت شیطانی هست، انسان دنبال این لذت ها هست، ولی این لذت ها از راه نامشروع، از راه ممنوع، چراغای سرخ، چه رقم شما تیر میشین از چراغای سرخ، خطر جانی هست، به هلاکت دچار میشه، از بین میره. پس این امانت ها را ما باید محافظت کنیم. حافظه ضعیف میشه. سبحان الله، شاگردا همین سن و سال شاگردا هست، همین شاگردایی که به همین عمل نامشروع، عمل پلید دچار شدن، در صنف تنبل صنف همینا هستند. حتی بعضی از اطباء میگن که مرض سل هم یکی از عواملش همین استمناء است. کمخونی خونتان کم میکنه. خب حالا اگر از این عمل ما خود ما را نگاه نکردیم، ما میبینیم که چی بدبختی های دیگه هم شامل حال ما میشه. بدن ضعیف شد، چشم، بینایی چشم از بین رفت، زود پیر میشن. سبحان الله، جسم وقتی ضعیف شد، چملک شد، چهرهتان تراوتش از بین رفت، پیر شدین دیگه. شما سرتان سفید معلوم میشه، رویتان چملک میشه. بسیاری از کسایی که معتاد شدن در سن شاید به 40 نرسیدن که میبینید شما پیر شدن، مفاصلشان درد پیدا میکنن، عقیم میشن، نعوذ بالله. روز که اینا باز به ازدواج تن میتن یا خانواده تشکیل میتن، ببینید به 100 تا مشکل دیگه در اوج دچار میشن. چهره ها زشت میشه، نور از رویش میپره. و نقصای دیگی که در آینده برش میرسانه. وقت ازدواج کرد، باز اگر دختر بوده اگر پسر بوده این کار کرده، باز در او روابط زن و شوهری خودشان اینا ضعیف می باشن، دچار مشکلات میشن. میخواه ای جوان عزیز ما که فردا روزی که خانواده تشکیل کرد باز نقطه نیرنگی شود، روابط خانوادگی به هم بخوره. اگر مرد به مرض دچار بود، خانم بیچاره از او بازار تا مصیبت دیگه دچار میشن. اگر از شوهر خودش راضی نشد، خدای نخواسته چشمش به یک مرد نامحرم دیگه، به یک مریض دیگه توجه نکنه، روابط نامشروع دیگه در اوج پیدا نشود. بعد از سببش اگر مردکه باز غیرتی شد، باز وقت کشتن خانمایشان. نه، جدایی خوب بسیار ساده است. هنوز بعضی کسا هست که خانمش دکتر رفته، یکی دو بار بیچاره مریض شده رفته، شوهر سرش قهر بوده، آخر طعنه داده برش که تو پیش دکتر چرا قدر زیاد میری. نعوذ بالله، چقدر زشت است ای تخیل یا ای سوء ظن. او بیچاره یک مریض بازم سنش اگه بالا رفته باشه، شما در سن 40 سالگی او طعنه بتین. اگر در جوانی میکرد خب خواهد بگه من در جوانی کارم میکردم، خب یک جا داشتی حرفت، ولی که پیر شدیم 4-5 تا اولاد برات آوردیم، حال مرا تو به این کار متهم میکنی.
این چی است؟ از همو نتایج عمل استمناء که در جوانی خود این مرد کرده بود. اگر زن است این کار کرده، اگر دختر این کار کرده، پس آنها از شوهرش نفرت پیدا میکنه. در اون سن سالی که علاقه طبیعی با شوهرش داره، از شوهرش راضی نمی باشه، باز بدش میاد شوهرش. نعوذ بالله. چقدر خانه ها هست که خراب میشه، ناتوانی دو طرف است، یکی از اسباب جدا شدنشان. بعض وقتا حتی از جنس مخالفش بدش میآید، دختر از پسر بدش میآید وقتی که ازدواج میکنن مثلا، چون به او کار نامشروع که خودش با شیطان خلوت کرده بود از او لذت برده، حال این شوهرش بدش میآید یا زنش بدش میآید. میبینیم که هم جنس بازی هاست، مردا را ازش لذت میبرن، زنها از زنها. نعوذ بالله، نعوذ بالله. بیاین بریم به یک میان برنامه، بعد صحبت های ما رو دوام بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رتل بصورة الطف القرآن وضع قراءات من التبيان، حبل متين مد من رب السماء فسما إلى العلياء بالإنسان، وللقلوب ربيعها وجلاؤها وملاذ. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا نرتله بسبعة أحرف أكرم بجمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق
وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. رتل بصورة قاف القرآن واقرأ قراءات من التبيان حبل متين مد من رب السماء فسما إلى العلياء بالإنسان وللقلوب ربيعها وجلاؤها وملاذ. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا نرتله بسبعة أحرف أكرم بجمع. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهر و برادر عزیز، این قسمت از برنامه تمنا میکنم که به دقت گوش شود. عزیزای ما، اگر شما توجه نکنین در خطر هستند. در جامعه هایی که زندگی میکنیم از در دیوارش گناه میباره. در اینجا همه تو ایمان قوی، تقوای قوی کار است، خدا ترسی، پرهیزگاری کار است، دقت و اهتمام کار است که جگر گوشه های ما از پیش ما ضایع نشوند. مواظبشان باشیم. نه او رقم مواظبتی که اونها را از خود ما دور کنیم، اونها با پنهان کاری کنن، به او شکل نی. دوست شویم، رفیق شویم که اونها را با خطرات از این چیزها آشنا بسازیم. اونها از ما نترسن، از ما شرم نکنن که در این کارها اگر با اونها حرف میزنیم و خیرشان میگیم. از نقصای از این مرض خانمان سوز صحبت میکردیم. وقتی میبینیم که به عقل و روح و روان ما هم این استمناء یا استشاء ضرر میرسانه، باز هم میبینیم که دانشمندا، اتباع، علما در این رابطه چی سفارش ها با ما میکنن. اینا میگن که وقتی یک کسی با خودش این خلوت میکنه، همین خلوت شیطانی را، حافظهش که ضعیف میشه، شاگرد است تنبل میشه، گفتیم هوش پرک میباشه، حتی به جنون دیوانه میشن. کسایی که زیاد معتاد میشه، شب و روز فکرش دمی هست، همیشه کوشش میکنه با خودش خلوت کنه، همین از وجود خودش لذت ببره. افراط میشه در این کار، از حد تجاوز، از حد زیاد میشه که زیاد شد. اگر جلوش نگیر اما طور میشه، نمیفهمه که چی کار میکنه. پس گپش به دیوانگی میکشانه، منزوی میشه از اجتماع، گوشه گیر میشه، که شما نمیشینه، دوستایش ایلا میکنه، صنف دیگه نمیره. میبینید مثل اون پودری و هیرونی واره یک گوشه افتیده، خوش نداره که در اجتماع باشه، افسرده است، دل سرد است از زندگیش، حتی نعوذ بالله. و همینطور بعض وقتا
احساس میکنه که وجداناً عذاب میکشه و چی مشکل رو برو شده، از فرارم کنه نمیتونه. مثل پودری یا سیگار گفتیم، سیگرت گفتیم که معتاد شد. همین روز من در سر جنازه بودم، یک کسی در همونجا میخواست سیگرتش در بده. من ازش خواهش کردم، گفتم عزیزم ببین ما سر قبرستان هستیم، اینجا آتش و دود، خدا از آتش و دوده که بعد از این قبر ما بلند شویم روبرو شویم، یا بترسیم از روزی که در قبر ما دریچه از جهنم باز شود. این مرده ها از دود و آتش میترسن. ناله میگفت که من برادر عزیزم بسیار کوشش میکنم که میره وضو پرتم نمیتونم. گفتم نه تو عزم راسخ نکردی، یعنی نیت جدی نکردی، یعنی از شر از این مرض خلاص میشی، ولی همون جرأت ندارن، اونا ناتوان خود احساس میکنن. همین عمل زشت دیگه هم اون به مو سرحد میرسونه، ولی رنج میبره. همین آدمی که گفت که من سیگارت میکشید احساس کمی کرد در اجتماع، که کسی سننم کلان آدم سرش سفید بود. این عمل بد دیگه همه طور است. اینا رو میبینیم پرخاشگر هستن، تندخوی هستن، حتی بد اخلاق هستن. تمام چیزایش از کفش رفته. این عمل زشت و میگم تمام حجرات بدنش، سلول بدنش ضربه زده، عقل زائل شده، همه چیزا از پیش رفته. حال دیوانگی میکنه، بد اخلاقی میکنه، یک گپ تحمل شنیدنش نداره. اندک رنج میگیم ما، ولی اندک رنج به این معنی که یک گپ بسیار کوچک باشه او آزرده میشه. با خانواده دیگه این بیمیل است. اعضای فامیل سرش خوش نمیخوره. بعض وقتا اینا به هر چیز دیگه هم رجوع میکنن. بچه همسایه، دختر همسایه، زن همسایه، مرد همسایه، مرد سقا و دکاندار، دکتر، نداف، هر کسی اگر یک خلوت برش پیدا شد، نعوذ بالله، حتی به گربه یا پشک و مرغ و سگ هم، به حیوان هم، نعوذ بالله، برای شاندن او تشنگیه که میسوزانیش، به او تو جایایی، به او تو چیزا رجوع میکنه. نعوذ بالله. این خطور نبود، از مادر خودتو تولد نشده بود. همین اجتماع، همین بیخبری پدر مادر، بیخبری استاد مربیش سبب شد که به ای منجلاب غرق شود، تباه شود. دلکتان بسوزه برای اولاد. و توتی جگر شما. بعض مادرها شکایت دارن از اولادشان که به هیچ کت ما نمیشینن. پدرها شکایت میکنن بچه ما یک رقم است. گپ سرش بعد میخوره، نمیفهم کت ما نان نمیخوره. سبحان الله. میخوایم برایش زن بگیریم نمیخواه، نمیگیریم میگن. این شوهر میخوایم برای بدیم نمیخواه، شوهر بدش میاد. چیکار شده؟ شما یک دفعه متوجه شوین. میشه که یکی از مشکل همی باشه. بعض وقت خودش به غیرت احساس میکنه، به عزت احساس میکنه، فکر میکنه که حال جامعه نمیخواین. سبحان الله. عذاب وجدان است. نی ظاهرش ببین، حزین، غمگین، افسرده است و به هزار تا مرضهای دیگه مبتلا می سازه. این عادت زشت. بعضا ما می ترسیم یا می شرمیم که این گپا را با اولاد ما چطور بگوییم. این شرم
طبعا این مطلب نیست که آدم در ملای عام از این صحبت بکنه که بچه من تو شد یا بچه من تو میکنه، من بعد پیش روی کل مردم برش خدا نخواسته بیابش کنه که تو شرم نمی کنیم تو کارا میکنی. نعوذ بالله. این به اون رقم نیست. یک چیز واضح و آشکار می بود خود در بازاری کار میکرد. همون خاطر خلوت شیطانی هستی. گرچه که حاله همین فیلمایی را که در خانه های ما آوردن میپردن، این همون یک انذار یا یک هشدار پیامبر عزیز صلی الله علیه وسلم است که از اون روز بترسین که فحشا در ملای عام شود. حال جوان ها رو ببینین در کوچه و بازار در سر یکی دیگه خود در میفتن، شرم نمیکنه، حیا نمیکنه. دموکراسی است. لوها کلان در دیوارا نصب است. موازه ها نعوذ بالله و فیلم ها. شرم انسان میکنه از این حقا بزن حرف بزنه، خجالت میکشی. خب حالا اگه یک کمی بریم به طرف جلوگیری از این کار که ما چطور میتونیم جلو از این کار بگیریم، یکی خب از دکتر و دوا و درمان یا مسائل اجتماعیش است که آدم حرف بزنه، چطور ما میتونیم این کار جلوش بگیریم. یا بعض چیزایی را که از دکترها اینا میشنوین شما، یک بار آدم بزنه برو پرسان بکنه از دکتر خانوادیش که اگر تو یک مشکل داشته باشیم ما چیکار کنیم. ممکن است راه های بسیار مؤثرش هست، اونا از تجارب جدیدشون برای شما بگوین. خب اگر که ما از چیز شروع کنیم که ما دین ما برای ما چه نسخه میده که ما چطور جلو از این کار بگیریم. آیا این کار هست که همونطور گذاشته شود به حال خودش، یا که ما یک عذاب و یک گناه و یک حکم دری هست. وقتی ما قرآن عزیزه باز کنیم میبینیم در یک سوره ها سوره المؤمنون است. پروردگار عزیز اللهی که ما را خلق کرده میفهمه که ما یک وقت باید تو یک مشکل اگر روبرو شدیم چی کار کنیم. انسان الله خلق کرد، راهنماییش میکنه، هشدارش میده، جای تشویقش میکنه. بسم الله. الحمدلله. اعوذ بالله میخوانم والذین هم لفروجهم حافظون. و کسایی که خودشانه یا آلت تناسلیشانه حفظ میکنن از گناه. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، مگر بر خانوایشان و ملک یمینشان. خداوند یک راه مشروع، یک راه قانونی را برای انسان باز کرد. وقتی این غریزه در وجود انسان هست، برای رفع این غریزه یک راه معقول، راه بسیار با عزت آبرومند که همه این فطرتا قبول کردیم. هیچ عیب نیست داری. هیچ کسی گفته نمیدونه که کسایی که ازدواج کردن چرا و چرا. این طبیعی است. ولی او عمل ناروا، زشت است، ناپسند از فطرت سالم انسان هیچ وقت او را قبول نمیکنه. میگه یک گناه است، یک جرم است و یک جرم نابخشودنی است. پناه میبریم به حلوه.
آله در همین جا میگه فانهم غیر ملومین. سبحان الله. اما فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. اگر کسی پای خود از این بالاتر گذاشت غیر از این راه شرعی و راه قانونی، اینا بدون شک تجاوزگر هستند. پس این از حدش وقتی تجاوز کرد، این از چراغ سرخ گذشت، این به یک حرام دست است، به یک کار ممنوع دست است. هزمی هست که علما و فقها در اینجا میگن که غیر از طریق ازدواج هستی. در اینجا لواطت است، اگر زنا هست، اگر همین استمناء استشاء است، همی است. این تجاوز است در حق خودش، در حق دیگران، در حق اجتماع، در حق الله. اللهی را من نکرد. اعداء صحابی جلیل القدر هستند رضی الله عنه، میگن که شنیدم که قومی در قیامت محشور میشوند در حالی که دستهایشان حامله است. با دستهایی کار کردن نی؟ یک قوم در قیامت حشر میشه در حالی که دستهایشان حامله است. باز میگن فکر میکنم این افراد کسانی هستند که با دستهای خود استمناء میکنند و عمل زشت با دستهای خودشان انجام میدن. و یک حضرت سعید ابن جبیر هستند که از تابعین هستند، اینا میفرمایند که خدای تعالی عذاب میکند امتی را که با آلت تناسلی خود بازی میکنند. به الله پناه ببریم. با آلت تناسلیشون بازی میکنند. خداوند این قوم عذاب میکنه. اگر ما بفهمیم که کارا رو میکنن و ما تیر خود ما رو بیاریم، پس در اون جرم شریک هستیم و عذاب بر ما هم نازل میشه. در یک اجتماعی است که همه این بدبختی را انجام بدن، نعوذ بالله. مثل که در جایی که دکان‌ها باز است، بازارها پر از یک چیز قانونی شده، قبول کردن، پس اگر عذاب نازل میشه سر کل از اینا نازل میشه. هر کسی که در این دست داره این منع نکرده، در این جنایت شریک است. جای دیگه ما میخوایم در روایت دیگه است که 7 گروه هستند که خدای عزوجل در روز قیامت به اونها نظر نمیکنه، به نظر رحمت طرفشان سیر نمیکنه. 7 گروه هست. یک تایش چی است؟ یک گروه از آنها کسانی هستند که با دست خیش ازدواج کنند. که دست خود ازدواج کردن. پناه به الله. الله به نظر رحمت سر 7 گروه نمیبینه روز قیامت که یکیش همین جنایتکار است. وقتی پسر عزیز من، دختر عزیز من از خدا بترسه، شما در خانه بیان کنین که الله این چیزها رو نمیپسنده، اینا رو سخت بد میبینه و اینطور برخورد میکنه. الله روز قیامت اینطور رسوایی هست. در دنیا خاطر گپا بود، در الله در قیامت هم اگر اینطور رسوایی باشه، او بچه نازنینی که یک توتگه که ایمان در قلبش باشه و دخترکی که یک توتگه که ایمان در قلبش باشه، اصلا به این طرف دیگه دست نمیزنه، روی نمیاره، زشت میپنداره، بعدش میآید. بنابراین ما حکم شرعی ما همین است که این عمل حرام است، ناپسند است، مورد خشم الله قرار میگیره. انسان در دنیا هم این ضرر و زیان میکنه، در آخرت هم. بنابراین او عزیزای من
خیلی احتیاط کنن، مثل که همو عمل فحشای زنا و لواطت بدتون میه، یا همتون بدتون میه. اگرچه شاید که عواقب ازی نسبت به اونا در ظاهرش وقتی میبینیم به اون شکل نیست. در زنا و در لواطت در حق یک کسی تجاوز شده، این به رضایت شده و به زور شده، در حق الله تجاوز شده، در حق اجتماع تجاوز شده، یک عمل خیلی شنیع انجام شده. ولی این کسی که با خودش میکنه شاید در خلوت کرده به خودش ضرر رسانده، ولی که با خودش هم ضرر رسانده، ببین ضرر چقدر زیاد بود. ضرر جسمیش بود، ضرر عقلی بود، ضرر اجتماعی بود، ضرر جنسیش بود که فردا روزی که ازدواج میکنه به چی مشکلات دیگر روبرو میشه. پس چرا ما اون کار بکنیم که اما قدر عواقب خطرناک پیش روی ما باشه؟ خب حالا ما چیزایی رو هم باید در تلاش باشیم که ما چطور میتونیم که حکم شرعی خواهیم بود. حالا دیگه هم چیزایی هست که ما را از این دور کنه، از این عمل جلوش بگیریم. طبعا هست. اگر ما بچه های ما، دخترهای ما جوان شدن، اینا را زود خانه بختشان روان کنیم. اگر توانش نداریم، اگر نفر مورد نظر ما پیدا نشده، خیلی ما باز کارهای دیگر هم انجام بدیم که این غریزه سرکش نشود، شعله‌ور نشود، که نسوزانه صاحب خودشه. ما در زود ازدواج کردن میبینیم رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه برای جوان ها میگن، صلی الله علیه وسلم میفرمایند که یا معشر الشباب، ای جوانان، ای جماعت جوانان، ای گروه از جوان ها، اگر می توانید ازدواج کنید که چی است؟ موجب قدرت حفظ چشم از نگاه به نامحرم و محافظت آلت تناسلی از فعل حرام می باشد. سبحان الله. شما زود ازدواج کنید چشمتان دیگه به حرام و نامحرم نخوره و شما به یک عمل حرام دیگه رجوع نکنید. ازدواج کنید اگر میتونید. اگر نمیتونید، پیامبر عزیز به او کسایی که توانمندیش ندارن یا اجتماع امور رقم است که نمیپذیره، زود نمیخواد، یا یک بهانه برش میگیرن، پیسه نداره، جوان تحصیل کردن نیست، فلان فلان فلان، نمیتنش چیکار کنه؟ یا دختر هم است، دختر برای هر کس نمیتن، یک کس خواستگار صحیح باشه باز برش بده. دخترک هم نگاه کردن، پسرم نگاه کردن، اینو چیکار کنن که خدای ناخواسته چشمشان به یک نامحرم نفته و یک عمل ناروای دیگه انجام نشود؟ اینا را پیامبر عزیز صلی الله علیه و سلم میگن که روزه بگیرین، زیرا شهوت را سرکوب میکند. این غیر از روزه فرضی است، غیر از روزه رمضان عزیز است. شما در دیگه وقتا روزه بگیرین. چقدر روزه های مختلف است که شما روزهای دوشنبه مثلا پنجشنبه روزه میگیرید، در وسط ماه 13 14 15 3 روزه میگیرید، بعد از رمضان 6 روزه دیگر هم میگیرید. بعضی کسا هم اگر مثل حضرت داود علیه السلام روزه بگیرن، یک روز در میان، امینها تسلی میکنه، فروکش میکنه او شیطانی که در جان انسان او را تشویق به یک کار خراب کنه. و از همه چیزایی که در ما حول ما هست که ما را به گناه تشویق میکنه، ما خودداری کنیم.
جوامعی را که ما عرض میکنم که ما هستیم، شما هستیم، در هر جای هستیم بدبختی هست. جوان بیچاره را اغوا میکنه، تحریک میکنه، همین محیط هم تو میکنه، ساختار اجتماعی هم تو میکنه. امو بی بندوباری هایی که در اجتماع هست، امو جوان از پای میپرده. پس این که وقتی در یک محیطی که فساد از فحشا است، خود ما رو چه قسم حفظ کنیم؟ اگر خود شور بیتیم، این مرض در جان ما میاد. از ما یک حیوان جور میکنه، نعوذ بالله، که باز هر طرف خیز بزنه و جست بزنه. او غریزه شهوانیش مثل به یک حیوان کور و کر تبدیل میشه، نمیفهمه که چی کار کنه. ببینیم طفلکای معصوم گریختاندن، دزدی کردن، بردن، تجاوز کردن، باز کشتن، دخرتها انداختن در زیرای درختها، گم کردنش. سر یک نفر چند نفر رفت تجاوز کرد. این گپا پر اسان در اخبار. این اضافگی من نمیگم، اضافه نمیگم. یکی از بیدادهایی که در کشور ما چقدر زیاد شد. در قدیما اگر در یک سال 2 تا 3 تا حادثه را شما میشنویدین، حالا هر روز میشنوید. سرمردهای پیر ما تجاوز کردن، میخواستن او همت قوم بشکنانن، سر ناموس ما رفتن. نعوذ بالله، نعوذ بالله. بچه های جوان بردن، بچه های خرد بردن، نیمچه جوان، و طفلک هایی که هنوز پر و بال نکشودن. یک انسان وحشی که جلوی او غریزه شهوانی حیوانی خودش گرفته نتونست، چی کار رو نکردن؟ یعنی در همو اجتماعات اینا بزرگ شدن، همو جا اینا تشویق شدن، کلان شدن، آمدن در کشور ما. دیگران به مرض خودشان دچار کردن. حال والده عزیز من، پدرک عزیز، استاد گلم، شما این خطرها رو میبینید. نکنین شاگردان یک روز سر شما را خم کنن. نکنین که دختر شما، پسر شما را به حساب خود ما بگیم عزت و آبروی شما را زیر سوال ببره. این کارا باز اگر از کنترلتون خطا خود، باز وقت پشیمان میشین. و این خاطر به بسیار صداقت و بسیار مهربانی امرای از اینا، امرای عزیزای ما، امرای جگرگوشه های ما میشینن آدم گپ بزنین امرایشان. از این خواندن بعض مجله‌هایی که در خانه دختر جوان است، یک مجله بسیار بی‌معنا را گرفته، یک بچه یک دختر امرایش روابط داره، این قصه از اینا میخوانه. امو رقم یک فیلم از قریه دیگه است، میبینه او را. یک هم سینفیش یا یک هم سن و سالش، اما توی میای یک سر میزنه برش، خود از اون تو مریض شده، ایران به اون مرض دچار میکنه. شما مواظب باشین، نگذارین که یک خورخوندی نااهل دختر شما شود، یا یک پسر نااهل به این مرض دچار کرده بچه شما سر کار پیدا کنه. مواظب باشین. این کستا و این خواندن ها و این نمایشات را که شما رو میبینید، خودتان متوجه هستین که چقدر خطرناک است. این عکس‌ها یا این خانمایی که بیرون میشن خودشان یا دخترای جوان لباسای خیلی مفتضح میپوشن، بچه اگر کار بگیم نکنید، بچه سیل نکنید، گناه داره. عیف چشمک مبارک، این چشمک تا باید در چیزای خوب بزنی. قرآن وقتی واز میکنی، بازی تو قرآن خواندی، تو گفتی جهت کعبه را با چشم مجسم کردی، نماز خواندی، دیگه نکوی چیزا را، دیگه چیزای چطور سیل نکن. بریم به یک میان برنامه باز میاییم. امیدوار هستم که تلفن ها باز میشه و شما هم تماس بگیرین، گپ بزنین. چقدر شما تجربه دارین، چقدر از این گپا شما دارین، بگوین این گپا را که مردم متوجه شوند، مادرک ها متوجه شوند، پدر ها متوجه شوند، خود طفلک های ما متوجه شوند.
بریم به لحظه میان برنامه را تماشا کنیم، پس بیاییم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عبد الله خان أسلم، محر صلاة طاجكستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادر عزیز، امیدوار هستم که صدای گرمتان رو بشنوم. ما مطلب را خدمت شما عرض کردم که متوجه باشیم. بعض وقتا از بیکاری کار میشه. شما نگذارین که اولاد بیکار باشه، برایش کار خلق کنین. زمین فرصت هایی که از درسشان خلاص میشن، شما در وقت یک تفریح برشان بدین که بیا بچیم یک سپورت کن، بیا بریم یک دوش کنیم با خودت، بیا والیبال میکنیم، بیا یک قصه برم بگو، بیا این کتاب برم بخوان، ببین این کتاب چی هست بچه من بشنم ما بفهمم، که بعد از اینکه این کارش فارغ شده تنها نره در اتاقش، یک خلوت نره، نگذارینش خلوت کنه. طبعا قصد ما از این خدا ناخواسته نیست که شما همیشه این کار کنید. وقتی احساس کردین که این از این خلوت نشه استفاده کنه، اگر مانده شده زله شده میره یک استراحت میکنه، خب برو استراحت کنه. اما بیشینه چرت بزنه و باز موبایلش سعی کنه و باز یک مجله را برداره، مجله‌ای که شما برش چیزهایی را پیشنهاد بکنین که او سر روح و روانش اثر مثبت بگذاره.
حتی چیزایی را که شما متوجه باشین همین خلوت کردنش، جلوگیری کنین از خلوت کردنش با یک نامحرم. خدا نکنه. دین ما میگه گپ زاده و عواقبش هم همی است. 2 نفر نامحرم اگه خلوت کردن میگه نفر سوم شیطان است. در بعض صحبت هایی که خدا نخواسته 2 نفر میشینن هم تو قصه های بیمزه میکنن، این پسر جوان دختر جوان نگذارین که در اون قصه شریک شود. اون بچه بشه برو بچه میشه شرمسی گپا اینا میزنن مثلا گپای بیمانوس. و اگر ایره شما اول برش گوش زد کنید که اگر عزیز من تو تنها شدی اما تو حالت ها سرت آمد، فکر کردی، فکر رفت، شیطان فکر تا برد به یک چیزه، در زیبایی های یک پسر فکر کردی یا یک زیبایی های یک دختر فکر کردی، خواستی که فکرن اما تو رفتی که من کاش که همین دوست می بود میرفتیم چکر میزدیم، باغ میرفتیم، سینما میرفتیم، چیزی که یک جوان فکر میکنه. اگه این گپا در فکرت گشت فوری بچین بیا پیش ما، بیا از تنهایی بگریز، برو بیرون، برو. در عبادت مشغول شود. وقتی که دیدی همه تو کارا شد، برو فوری یک وضو بگی، 2 رکعت نماز بخون. حال شما که جو امراض شدین و ایره وقتی که امراض شدین، ایره حالا با دوستی بگوین برش. کسایی که نامحرم هستن بسیار به شیرین زبانی و ناز و اشوه گپ نزن دختر عزیزی. نشه خدا ناخواسته طرف مقابل یک نیت خراب برات پیدا کنه، تو شاید از دل پاک هم راش گپ میزنی اما او واسه دفعه دلش کدام چیز نگرده. و هم تو پسرم بگویم که بچی گولم تو که دخترها باز تو گپ نزنی، یا تو دیدی که او قسم گپ میزد بگوریز از پیشش. قرآن تلاوت کنه، بخوان بچه قرائت که من یک دفعه صدای مبارکت بشنم، چه خوب تو قرائت، چه خوب صدای مقبول داری بچه گولی، بخوان دخترتان بخوان، دختر از این تو قرآن شریف بخوان، تو شنیدیم که خوب قرائت میکنی. هم ضمن نور برای تلاوت کردن قرآن تشویق میکنی، هم از او خطر دیگه دورش میکنی. دکترها میگن وقتی همه طور یک حالت آمد سر جوان، فوری یک غسل آب یخ کنن، یا با آب یخ استنجا کنن. سبحان الله، اینا تجربه شده. اگه این حرف ما برای کسی هست که خودش جوان است میفهم حال حرف مرا، عزیز گلم، تو وقتی که همه شد فوری هم یک آب یخ بگی، از آب یخ استفاده بکن. میگن از غذاهای تند پرهیز کنن. جوان است، همون احساسات در وجودش هست، برای از اینکه او آتش نشه، شعله‌ور نشه، غذاهای چرب میگه نخو، پیاز نخو، خرما نخو، تخم مرغ نخو، سرخی گوشت نخو. سبحان الله، اینا تجربه است. بعض وقت داخل اتاق میشین یا میرین برای غسل کردن، جان لوچتان سیل نکنین، جان برهنیتان سیل نکنین، جان خودتان است. بعض وقت آینه است، چشمتان ناخواسته مفته، ولی استغفار کنین، لا حول کنین. او چیزایی را که دیگران نمیخواین ببینه خودتان هم نبینین. همونطور که از دیگران را نمیخواین ببینین گناه داره، از خودتان هم نبینین. همین خودش فروکش میکنه، جلو از او آتش هم میگیره. میگن وقتی که خواب میکنین حتما تشناب برین. بعض وقتا مثانه پر میباشه، تنبلی میگیره، انسان خواب میشه. یا در وقتی که شما خواب میشین بسیار مایعات و آب ننوشین.
به شکم خو نکنین یا به روی خو نکنین. امو رقم در جایهای حساستان دست نزنین. حتی پزشکا یا طبیبا میگن که چای و قهوه هم سبب تحریک اعصاب میشه. نخورین، زیاد نخورین. به این ترتیب ما میتونیم که همین غریزه شهوانی را برای جلوگیری از این یا این به حالت اعتدال آوردنش کوشش کنیم. و شما مثل که یادتان رفته که تلفن بکنید. ما یعنی در درون خانه ما یک فضای روحانی را بیاریم، یک فضای معنوی را حاکم کنیم در خانه. شیطان هم مجال ندیم. اگر شیطان از در داخل شد با خودش چند نفر میبرن، جوان و نیمه جوان هدف اصلی قرار میده. کلانو را به غفلت میکشانه. بعض وقتا خود کلانو مشغول بعض مطالعاتی میباشن یا فیلم میبینن یا به کارهای دیگه مشغول میشن که جوانها از پیششان کارهای سر میزنه که پس آنها باز افسوس میکنیم. اگر باز ما در سر کل از این تدابیری که گرفتیم که به یک خطایی، به یک خدای نخواسته انحراف عزیزای ما، اولادای ما، شاگردای ما کشانده نشه، خود ما به اون طرف ها تمایل نکنم، همین مراقبت الله هست. اگر در خانه ما از خدا و رسول گپ زده شود، باز در او خانه شیطان زود زود آسان داخل شده نمیتونه. و بچه های ما وقت با قرآن سر و کارشان باشه، با کتاب الله سر و کارشان باشه، با دین سر و کارشان باشه، شیطان آسان داخل اونا رو فریب داده نمیتونه. برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم استاد محترم، شبتون بخیر. علیکم السلام و رحمت الله، شب شما بخیر. بفرمایید. زنده باشید. برنامه خوب جالبتون. مهربانی میکنین. بفرمایید. زنده باشید. به عرفاتون گوش دادین. بهترین عرفا من خودم که مجرد هستم. علیه کریم توصیه کردیم برای ما زنده باشید. از برنامه خوبتون تشکر. از اصال حق همیشه سعی میکنیم. من خودم در اروپا هستم. استاد محترم، خداوند حفظتان بکنه. خداوند در پناه خود داشته باشه شما را. انسان شریف هستم. خداوند عمرتان دراز داشته باشه. از سلام علیکم. زنده باشید. ایام رو نبرم. بسیار تشکر برادر عزیزم. خدا خیرتان بده. شب شما بخیر باشه. امیدوار هستم که شما نمونه هایی از جوان های ما در این کشورها باشین. در این کشوری که از در و دیوارش گناه میباره، شما خودتان حفظ کردین. خدا حفظتان بکنه. بله، برنامه رحمت. السلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستین؟ بخیر هستین مولا صاحب؟ الحمدلله. الحمدلله. خیر عزیزم، بفرمایید. بسیار زیاد دوستتان دارم. همیشه بعد انتظار هستیم که چی وقت شما روزای جمعه چی وقت پروگرام شما را ببینیم. گفته بسیار زیاد اولاد دوست دارم. خداوند شما را حفظ کنه. خداوند شما را دوست داشته باشه. دعا کنید حق ما همیشه دعا انتظار هستیم. خدا لندن گپ میزنیم. اولادکای ما همش انتظار است. حاجی بابیم گپ میزنه. چی وقت گپ میزنه انتظار است. خدا حفظشان کنه. خداوند اونها را
افتخارات از این امت بسازه. خداوند با دستای از اونا یک الحمدلله اولادکان بسیار خوب است ماشاءالله. همیشه دعا کنین بابیش. الحمدلله. خانم یک شکایت پیدا شده نامش صفی الله ناماندیم. میگه که نام صفی الله خب نام نیست. میگه به چیزش که شمشیر خدا میگه می چی رقم است همینه شما چیز کنین. من انتظار هستم شما جوابش بدین. صفی الله یا سیف الله؟ صفی الله. صفی الله. بسیار تشکر خواهر عزیزم. خدا عمرتون دراز کنه. سر اولادکایتان همیشه باشین. اولادای شما انشالله که توته های شرافت در این اجتماع باشن. خدا حفظشان بکنه. بسیار تشکر. آمین. ماشاءالله یک بچیم خوب است. یک بچیم بسیارم تو تیز تند است و دیگه دم بسیار پریشان هستیم. همیشه در قش دعا کنین بابیش. خدا حفظش کنه. خدا انشالله اونا رو در جمله بچه های خوبتان بسازه انشالله. آمین آمین. خدا شما تشکر. مهربانی کردین. از شما تشکر خواهر عزیزم. خدا. وقتی تو مادر دلسوز باشه انشالله اولادها آهسته آهسته جور میشن. تشویش نکنیم. همو خوی خواص بعضی بچه ها تند می باشه، بعضیشان شیرین می باشه، ولیکن شما آگاه هستین از خوی خواصشان. ابو رقم آهسته آهسته در تلاش ازی باشین که همگیشان خویای شیرین داشته باشن. انشالله خدا حفظشان کنه. شما موفق میشین. خیر ببینید. برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم برادر جان. علیکم السلام. وقتتون بخیر باشه برادر. خوب هستین؟ شکر الحمدلله برادر عزیز. بفرمایید. برادر ما از آلمان زنگ می‌زنم. برنامه‌تون بسیار خوبه. خدا هیچ وقت شما رو کم نکنه. سلامت باشید. میخوام برادر ام زمانی که تبلیغات نماز جمعه رو پخش میکنید چه وقت باشه؟ همون برنامه رو ما باید طی کنم. نماز جمعه را؟ یکان تبلیغات مولوی صاحبایی که نماز جمعه رو تبلیغ میکنن. بله بله. ما یادداشت کردم انشالله. خود استودیوی مرکزی هم امیدوار هستم که زیرنویس کنن که چی وقت نماز جمعه را تبلیغش میکنن انشالله. بله. شما متوجه زیرنویس برنامه باشین انشالله بر شما ساعت نوشته میکنن. تشکر جان مولوی جان. تشکر از شما. هیچ وقت شما رو کم نکنه. خدا حفظتون کنه. خدا سلامت داشته باشه شما را. بسیار تشکر برادر عزیزم. چقدر آدم خوش میشه که عزیزای ما فکر اوشان در دینشان است. خدا حفظتان کنه. شما که انتظار هستین که چی وقت خطبه های جمعه را میشنوید، دعا کنین اون جوانایی هم که منتظر هستن که چی وقت یک رقص میآید، چی وقت یک خواندن بی معنای میآید در تلویزیون، او انتظار است. دعا کنین مثل شما را شون اونا هم انتظار شون چی وقت یک خطبه جمعه در تلویزیون گذاشته میشه که شما اجزا ببینید. خدا حفظتان کنه. خدا در تعدادتان برکت بیندازه. ولی ما اگر در خانه های ما همینطور محبت الله باشه، محبت رسول الله باشه، ما وقتی ما از محبت الله یا محبت رسول الله صلی الله علیه و آله گپ میزنیم که ما گفتار از اونها را انجام بدیم. اگر گفتن بکنین بکنیم، اگر گفتن نکنیم نکنیم. او وقت است که ما واقعا میگیم من الله دوست دارم، من پیامبر دوست دارم صلی الله علیه و سلم. ما را محبت الله و محبت رسول الله سبب میشه که خود ما شخصیت های به مو امتداد بریم. ما به الله نزدیک شیم، ما به رسول الله نزدیک شیم. برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از کجا زنگ زدین برادر عزیزم؟ مولانا سے محترم اسم ما محمد ظاهر است از کشور دنمارک شما را زحمت داریم. لطف کردین برادر عزیزم، بفرمایید. از کشور دنمارک. خداوند شما را خیر و برکت بدهد. شما را همچنان عزیز برادرم. از این پروگرام دلچسب و واقعا دینی تان شما را خدا حفظ کنه. مهربانی کردین. شما صحبتتان از تلویزیون گوش نکنین، از تلفن صحبتتان دوام بدین که گپایتان نمانه. واقعا که والدین محترم باید در مورد تربیت اولاد خود مطابق احکام قرآن و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم پیروی کنند.
همچنین نکاح و ازدواج برای پسر و دختر تکمیل کننده ایمان است. امیدوارم تا همه جوانان ازدواج قانونی شرعی و اسلامی نمایند تا هم و هم مادر و هم خداوند راضی گردد. آمین آمین. دیگه ما از شما واقعا یک ابراز امتنان میکنم، خیر و برکت ببینی. همیشه پروگرامای شما رو میبینم، پروگرامای دلچسب دیدنی اسلامی است و همه جوانان را خداوند توفیق بده تا مطابق آیات قرآنی و حدیث نبوی خود را عیار بسازند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار تشکر برادر عزیزم، خدا شما را عمر بده. بسیار برنامه ما را زیبا ساختین با صحبت های نازنینتان. بله برنامه رحمت است. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. و علیکم السلام. مولا شیخ بخیر هستین؟ جانتان جوره؟ طبیعتان خوب است؟ الحمدلله خیر عزیزم، شما هم خوب هستین؟ میتونن نمی گوشی را در گوشتان بگیرین؟ گوشی را بگیرم خیر عزیزم، چیز شما قطع نشوه، میترسم. اگر شما گپ خصوصی داشتین میشه بعد از 5 دقیقه پروگرام خلاص میشه، تلفن هست، شما بعد از او برام زنگ بزنین. همین نمبر زنگ بزنم؟ بله به همین نمبر زنگ بزنین. تشکر. خواهش میکنم. مولای صاحب تشکر. خدا حافظ. خدا حافظ. سلام علیکم و رحمت الله. بله برادر عزیز ما، خواهر عزیز ما، وقتی که ما پروردگار عزیز ناظر حال ما دانستیم، باز خود ما را جور میکنیم. بدون شک الله ناظر حال ما هست. ما در این سرزمین هایی که میبینیم جوان های ما زیر فشار هستند و یگانه راهی که ما را نجات میده امو نزدیک شدن ما به می الله ما هست. برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم مولوی صاحب. بسیار ببخشید من دوباره مزاحمتان شدم، خدا کنه که وقت برنامه تان نگرفته باشم. نه خواهش میکنم. بیادر بسیار ببخشید من خانم که میگه مش نماز بخون، نماز میخونه، 4 زانو میخونه. الان در برنامه تا ما زنگ زدم گفتید یک سوال بگو. این تو در شک است. میگم من شاید نمازم قبول شه و نشه، اگه میره مولانا صاحب برایش بیسیس کنه که 4 زانو، یعنی اونا عذر دارن 4 زانو میشینن یا نه همینطور بدون عذر 4 زانو میشینن؟ بعض نشان زیاده است. خب از نشان زیاده استاد شده نمیتونه استاد یک نماز بخونه. من میگمش نماز بخوام فرق نمیکنه، چون از تان مولا از میگه په مولا ماشین میگه ما دالمون زندگی میکنیم، بسیار مولویایی نیست که بریم از اشتغال کنیم. به خاطر همین میره برش بگه در تلویزیون بفهمه که نماز خواندن فرقی برایش نمیکنه، اگر بخونه بهتره برایش. خیر ببینین چشم من یاد داشتم. جان بدر جان. خواهش بسیار زیاد مولوی صاحب تشکر از برنامه‌تان. بسیار ببخشید. خواهش میکنم. مهربانی لطف کردین. سلامت باشین. طبعا خواهر عزیز من که شما شوهر مهربانش او را به طرف خیر و سعادتش دعوت میکنین، بدون شک این نماز که نور چشم انسان است. رسول الله مبارک بسیار دوست داشتن نماز، میگفتن نور چشم ما است. و اون طرف چقدر حدیث های دیگه داریم، ستون دین ما است. اگر ما نماز نخوانیم دین ما بی معنا میشه. دین نیست اگر نماز نباشه. به اون خاطر شما وقت عذر دارین نمیتونین استاده شین بخوانین، خداوند عزیز میگه که بشین بنده عزیزم، من کافی است که برام تو بندگیت اظهار کنی. 5 وقت که تو را خواستیم پیش من بیایی، ناتوان شدی و ناتوانی را ما دادیم برات، پس ای تشویش نکو. اگر تانستی استاد شو، اگر نتانستی بشی. با اشاره میخوانی، خب بخوان میگه الله عزیز دوست داره کسایی که نماز میخوانند. برنامه رحمت است. سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله. Hocam ben Türk'üm. Evet. Bir sorun vardı. Hocayla konuşabilir miyim? Siz bu 5 dakika barnamadan sonra bana telefon açsanız direkt ben konuşurum sizinle. Tamam 5 dakika sonra mı? Evet. Ha. İnşallah. Tamam. Tamam. ما در این لحظات اخیر برنامه یک آیت شریفه که یا 2 آیت، تقریبا 3 آیت مبارک است در سوره نازعات است، به سمع شما عزیزان میرسانم. اعوذ بالله. فاما من طغى وآثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم هی المأوى. نعوذ بالله، از آتش به خدا پناه ببریم. به کسی که سرپیچی میکنه
و زندگی دنیا را انتخاب میکنه. از یعنی از امر الله. طبعا زندگی دنیا هم الله برای ما گفته، ولی که آخرت یادمان نره. آخرت قربان دنیا نکنیم. کسی که از فرمایش الله سرپیچی میکنه و با دنیا مشغول شوه، او وقت جای بده که دوزخ است، جایگاهش است. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله اکبر. و اما کسی که از مقام پروردگار خود ترسید، او را ناظر حال خودش میبینه که خفه نشه از پیش من، کار نکنم که الله آزرده شود. این چی میکنه؟ نفس خود از هوا و هوس برحذر میداره، احتیاط میکنه که کار خراب نشه. چی هست؟ و تحقیق جای بهترین از این بنده مبارک بهشت است. خداوند آمد سبب شود که در او پله های ترازوی ما که حسنات ما هست در اوجه گرهنگ باشه. شما را به خدای عزیز می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. والأماني ظلاله القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید.